زندگی چه خیلی میگذرد؟ اینجا فتح همینجا شرایط نیست شرایط نیست بس میرید بالا راجمه زمستون بعد اگر یخ پولنی یخ مدنه اما چورو داره کنتا اگه بوده کم شد با کم بدیم شونه همونم اگر راه یک سال شدگی باشه همینجا 4-5 تا فرزند تولد کردگی مادرش با تو که ماشینای همین ندیاجونی جیپ میگرده خیلی یا ماشینای میدان میگرده همونم اگر راه یک دیگر سال شدگی باشه خود مردم خون میپوشن خوک میپوشن هر چیز باید میکنن یکی یکون که دیگه توزه کنم نیست زنجیر میزنن میکنن نه همه وقت میکنن مردم رو شراغ کنن سلام دوستان و پیگیران شبکه ما حالا در موضع قرار داریم که خواستیم شما را نیز به تماشای آن دعوت کنیم تا لذت و کیفیت برید. کوههای فان قسمت بلندترین قطار کوههای زرافشان بوده از شرق با دریای فان دریا و از قسمت غرب با سلسله کوههای مرغزار و دریای شینگ احاطه شده است. در کوههای فان بیش از 30 کولی دارای آب شفاف و سرد موجود است که از قله‌های برفپوش کوهی سرچشمه می‌گیرد. کوه‌ها در بر کوهپاره‌های نو و کهنه لغزیده جایگیر است که در آن نتیجه آبشوی و جایگزینی پیریخ‌ها به وجود آمده است. در میان آنها کوه‌های مرغزار یا 7 نازنین شینگ با خصوصیت‌های خود فرق می‌کند. کوه‌های مرغزار از 7 کل فیروزه رنگ عبارت بوده سلسله مانند توسط وادی وسیع دریای شینگ جاری می‌شود. کلی از همه پسترین در بلندی 1598 متر از سطح بحر جایگیر شده، کل دوم در بلندی 1701 متر و همین طور هر کدام از کلها از دیگر بالاتر جایگیر شده یکی از دیگر زیباتر است و تماشای کلهای بلندتر دشوارتر است زیرا راه آن مشکل گذر. کل آخرین در بلندی 2400 متر واقع گردیده است. ساکنان محلی میگویند که هر کسی از تماشای آن بهره میگیرد تمام عمر خوشبخت خواهد بود. کلهای مرغزار و بخصوص کل میشگان با رنگ غیر عادی آبش خیلی زیبا می باشد. نوری های مینرالی در آب حل گردیده حتی به کفک آب دریای شوخ شینگ نیز رنگ آسمانی می دهد. وقتی دریای سرکش شینگ به کل وارد گردیده آرام می شود آب آن به خود رنگ غلیظ کبود و بنفش رنگ را می گیرد. حالا ما در نزد کل اولین یعنی میشگان قرار داریم. از جهت ساخت و شکل به میشگان هیچ ربطی ندارد اما در زیبایی از آن زیباتر است. نسبت به کلهای بعدی صدرنگ است و خیلی صاف. نسبت به دیگر کلهای شینگدره در پایان آب دریا از سطح بحر در بلندی 1596 متر واقع است. از احتمال دور نیست که چند بار ویران هم شده است. چقوری کل میشگان به 20 متر میرسد و در 5 کیلومتر مربع مساحت خود را جای کرده است. این یک خصوصیت دیگری جالبی کل اولین در آن است که از یگان پیره آب این کل سرچشمه نمیگیرد بلکه از پایان یعنی از چشمه ها و از عمق کوه ها در خود آب جاری کرده است و به کل تبدیل یافته است. شاید کل های بالا آبی که در اینجا هست شاید آن کلهایی که در بالا قرار دارند از آن کلها به این آب جاری می شود ولی به هیچ کس معلوم نیست که چگونه و با چی طرز شاید در زیر کوه ها این اسرار نهان است. ما از شما خواهش میکنیم که ما را پیگیری کنید تا که از اسرار دیگر کل ها و از زیبایی های آن شما را آشنا کنیم.
نیست راه نبود مردم اینجا شیوه میکش پیشه اینا افتاباز اگه فهمیدگی همین که افتاباز دوره پیش دوره شوروی و شده دوره پیش دیتا آنابادون پیشتر اشور چندو میره های همین سوختگی یعنی سوختگی خودشون بعد هوای مردم خودشون اکنون اوزی توزه کردن صبح یک سنگ میغلطه یک چیز میفراد بس این خودشون میگه نوفین کل است پر از معما که سیر و روایت و اسطوره‌های قدیمه دارد. رنگ این کل گاه سرخ میشد و روایت هم از همین جا سرچشمه میگیرد. و اکنون همین طور هر هفته به گفته ساکنان رنگ کل مایل به سرخی میکرده است. مردم محلی چندین بار این را مشاهده کردند. نوفین معنای مابن و یا خود مرکز را دارد. بالای آن دهه رارز جایگیر است. موقع گئوگرافی رارز شرایط مهیا کرده است تا مرحله اولی عصر میانگی این موضع چون منطقه نظارتی انتخاب شود. تابع پنجکند قدیم بوده است. حاکمان سوخت از سمرقند و بخارا برای فراغت و استراحت و فارغ شدن از تشویش کارهای دولتداری به اینجا می آمدند. کل نوفین از سطح بحر در بلندی 1179 متر جایگیر شده است. اندازه کل 58 کیلومتر مربع مساحت دارد. 2750 متر طول میکشد. برش قریب 182 چقوریش 41.3 است. حدس میزنند که آب آن قریب به 6 میلیون مکعب میرسد. یک موسفید محلی زمان به اینجا ماهی را از قبیل گلماهی و شیرماهی آورده است و از همان وقت کل نوفین شکارگاهی ماهی ساکنان و سیاحان شده است. با راه‌های دشوارگذار و پرپیچ‌وخم اینک تا کل ششم یعنی کل مرغزار رسیدیم. این کل نسبت به دیگر کل‌های هفتگانه کلانتر است. در بلندی 2139 متر جایگیر شده 178 متر مربع آب گرفته است. 2650 متر طول می‌کشد. شاهدان میگویند که در گذشته سطح آب باز هم در اینجا بلندتر بوده است و از سبب بالا شدن از درغات سطح آن 25 متر کاهش یافته است. در ایام بهار و تابستان گرد و اطرافی آن از حساب گل و گیاه‌ها کبود می شود. از این خاطر آن را مرغزار نامیدند. جای پسندیده سیاحان است. مردم در بالای آن دهه آبی حیات و کنارش دهه چکی را آباد کردند. از این کل پلک چماهی شکار کردن ممکن است. خدایم دیدیم بریم کومون بریم شام بریم با هم دیگه خیلی این خارجی ها بیادم شما یگان فایده یگان چی نمیرسدن؟ نه کجا من همین بعضی خرهای شما برای حواس شد کرده سوار شدن یگان بارشنا به یگان جا بردن نمیگرفتند یا خواهش نمیکردن؟ اگه باید کم شد با کم بردیمشون همون یا خیلی خارجی ها اومدیم بار میشه باشون بار خرجه که اینجا بازی دادم و کنه پل میگیدن. زندگیتان از چقدر میگذرونده؟ آکادون من همه دبستان بشود بچه مکتب من همه رو حضرت بحمت پر یمیتی بحم شود اینجا با این پایین با از این گوشن نمیشه اینجا کشکا هستن بچه یکون خون دو دیم خون اومد نمیتونه ما خواهش کردیم بیا همه خیلی ما خیلی عذوبه مکتب سازیم مکتب میز با همه حال نشده است؟ نشده است شما دهقانی میکنه؟ کشاورزی میکنه؟ چیکار میکنه؟ هیچ دهقانی میکنه کجا؟ بخواه مردی کاری مردی کاری؟ در کجا مردی کاری؟ همه کجا که خواهد کشه باشه نیست و آموزان کشه باشه همینجا میکنه
نصب نه مثلا حساب چی یک روز گذران میکنه؟ مرد کوری منم خیلی دیاری قشنگ خواهی مو مرد کوری بعضی فرسه میرن مرد کوری چورو پروری میکنه نه؟ چورو پروری هم زمستون سال سیلبر میشه دیاری مو سال خوشو کو من خیلی زیاد بعضی در شرق شونده خرید میلیون سال چورو دوری قیمت دوستان عزیز اینک ما به کل هفتم یعنی هزار چشمه رسیدیم. آب به داخل کل هزار چشمه از دو طرف از درخت سرخ و مرغزار جاری می شود. احتمال از سبب سرد بودن آب غیر از کورماهی دیگر نمود جانوران زیر آبی در اینجا نمی توانند زندگی بکنند. این کل در دره نسبتاً وسیع جایگیر است. این است که ساکنان محله های پایان آب حیات، سری سنگپول، سای مرغزار این موضع را تابستان دراز اما اینجا آنقدر هم دراز نیست همچون چراگاه استفاده میبرند. حتی آوولهای خود را در اینجا بنیاد کردند. کل هزار چشمه نسبت به دیگر کلها صبور و آرام است و رنگش سیاه چتاب می باشد. عجیب آن است که از 7 کل تنها کلی مرغزار و هزار چشمه در فصل دی یخ می بندند و برای مردم همچون پول خدمت می کنند، وگرنه از این تنگراهه های پرپیچ و تاب و پلند و پست ساکنان اینجا به اول می روند. آبدوی این کل ها ما را متحیر کرد، یعنی از کل هفتم به کل ششم آب به طور مقرری توسط دره جاری می شود. کل ششم آبرو ندارد و پایان آب آن گم می شود. آب آن با ته زمین به کل پنجم می ریزد. زیبایی های این کل و زندگانی در اطراف آن را در همین قسمت نوار ما ببینید و لذت برید. تماشای خوش برای شما. چه عجایب لذت داره به 4 پا سوار شدن و در آن روان شدن خیلی انسان راحت میبخشه. تو چیکاره اید اینجا؟ وطن همین جای. حالا کجا میره؟ چوروا هستن؟ زنده کل با آدم ها بسیار نبیا؟ کل با آدم ها امسال بسیار آمده؟ تماشا بینم
در 4 روز میگیم درست اینجا به چیکار میکنه اگر همین دیه باشه دیگه اون کار مشغولیت هست؟ مشغولیت نیست کار داخلی نون نیست اینجا باید زمین نیست من خودم دیگه تو هیچ داشت نیگه خونه کنید بیز با فقط چارو پروری میکنید؟ 4-5 ماه زمینستون هم بسام میشه خود وزمی مال با برای همین شهرها رفته کار کرده با میبیدن؟ کجا میرید اورا تپی میرید رسیه میرید بالا رجوع اینجا نون کنی هر که وطنش از برادر خریدی آرتو خدا اینجا همین شما همینجا تولد شده همینجا کلان شده چند فرزند داره 4 تا فرزند خودش 4 فرزند و یا همینجا همشون ها دختر 4 دختر 4 دختر اینجا اول میریم شوق میکنیم شوق نه من پیش گفت ما میریم شوق اگر تمام شد بر علاوه به زمستون خیر میکنیم زندگی چه خیلی میگذرد به فکر شما؟ بسیار بد و بالا اونجا سنگ زیاد با سنگ غلطه سیل میبره زندگی خنوک هم بسیار زمستان چیکار میکنید و بهار چیکار میکنید اینجا؟ بهار کشت کار میکنیم کچک میشونیم اینجا زمستان گشت کار اگر هیزم تمام شد اینجا اونجا هیزم میگیریم سر هیزم هم پرا باید مشکل ها اینجا یافتنش نه روی این زمستان باید اگر یخ پالنی یخ مثلا اگر مردم زمین هم طرف در اینجا هیزم مفرارن این کل بخرون گیتیم من باید شیشتن بود از ما رایم بزرگ همینجا باید پونی کنم پرکتر باید اون طرف آوولا شد ها؟ اون خودم var جای نگاه داری شما آیلوی همینجا اومده زندگی میکنه؟ نه یک زمین یک آدم من یک بلاگ چیز داده میگیرم دیگه روی شیشتن این منی اینجا با حجت هم دارد ها اینجا؟ اینجا همونجا میشیم خوبستان هم باید با خونتون بالی کوبه؟ بولم کوبه داخل این به شما پیچکه ماندگی وای وای نه خنوک نه تابستان همه شرایط مهیا کردگی آدم ها اینجا تماشا میبینن که شما هم یکان فایدهش میرسد یکان چی وای میکنن اینجا اپا ما همون مثلا شرایط نداریم که یک پیمون آدم ها وای کنن ما آدم وای مثلا پرکه باید چیز باشد آدم های وای کنیم ما ایخیل شرایط نداریم یکان خدمت رسانی کرده نمیتونید بعد چای پای اگر باید کنید های مویم یک این خیلی مثلا خدمتی کلون کنم میتونید در کنم بسیار بوده اما خارجی ها نه خارجی هم هستن اومدن دو یک اینجا خواهم نرسید میون کشتی میون خنوک بوده گسته آدم های مثلا خنوک نه حالا که باشن من نکنم میشن خواهد اون کل باید ششون باید که جا کرگی میشه اینجا چورم یک گردش سنگ پوش دیدن اما داخلش پلاتکه داره اونش با لطفی دیگه در همین دهه پایان دختران به خواندن نمیرفتن و تحصیل و دانشگاه ها با حواسشون نیستن نه میرو با هستن چند خیلی دکتر شد چند خیلی معلم شد هست چند فرزند شما رفته خواندن یا میخوانن نه من اکوی خیلی نرخیم نکنم راستی هم نتونستم من کنم اونجا هم اگه جان داریم دختر چه خودتون یافتین همه شد شرایط نیست شرایط نیست اما موج مانعی نمیکنید نه برای تحصیل مانعی میکنیم مانعی نداره چند چیز مثلا شینگ بخونن اکو شینگ مثلا با پنج کیلو رفتن خوندن اون من مانعی نداره
خود فرزندات همون نیتی خوندن دارن آن دارن تحصیل هم مثلا عرض داره که یگان کسب کار و یگان چی شود دودم موندگی استعدادی که گفته همه چوبای با خواجه خونه قشق میسازن تو قشق میسازن سانک میسازن این قلمه ساختن دبا این نمیکنه که همه پدرم یاد آوری بوده در گذشته پدر و مادرش همینجا زندگی کرده هم در همینجا 4-5 تا فرزند تولد کردگی مادرش اویل به دنیا آوردگی برای همه شده